اینجا کمپ وانارامپا سوفیا بلغارستانه. این اوضاع فقط قسمتش. این طبقه سوم طبقه خانواده ها و ایرانی ها که الان خانواده های ایرانی ها، افغانی ها، سوریه‌ای هم هستن. اتحادیه اروپا که میگن اینجوریه. خب حالا شب که بشم سوسکاش معلومه، موشاش معلومه دیگه. از داخل اتاقم که هیچی دیگه. آره شبا دیگه موش و گربش و سوسکاش. حالا همون اولا کسی اگه بشه همون هم نشون بده. حالا الان همون پره. آره خانم ها رفتن، خانواده ها رفتن، حالا بعدا از همون هم میگیریم. این اوضاع اتاقاش. بذار توالت هم بگیرم. توالت هم سر صبح ما تمیز کردیم. حالا توالت رو هر روز خودمون تمیز میکنیم. بازم یه سی به اینجا شیراب بوده، شیرابه رو کندن. میگن باید با شیشه خودتون بشورید یا اصلا نشورید، خودتون رو پاک کنید. اینجا اینطور. این سراشکاری که می‌بینیم پلاستیک داره اینا خودمون گذاشتیم. خودمون شستیم. آره. این سدلاش حالا هم خودمون گذاشتیم. موشا خودمون کشیدیم. این توالت که اصلا کلا خرابه، دیوارشو شکوندن. خواستن یه چیزی رو شیراب خواستن ببندن، شیراب داخل گیر کرده بود، دیوارشو شکوندن. اینم کمپ اروپا سوفیا بلغارستان وانارامپا. آره بنداش.